خواکسین سمنت شرکت چینی یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در صنعت تاجیکستان است. شرکت در 2 سال 2 کارخانه ساخت و هر سال بیش از 2 میلیون تن سمنت استحصال می‌کند که 3/1 سمنت کل کشور است. خواکسین در تاجیکستان از امتیازهای اندازه برخوردار است. وقتی کارخانه خواکسین ساخته شد در تاجیکستان هنوز سمنت نوعی اعلی استحصال نمی‌شد. آن را با نرخی گران از پاکستان و دیگر کشورها می آوردند. ما کارخانه را از اینجا کشاده با نرخی ارزانتر سمنت استحصال کردیم که برای کل مردم کشور دسترس شد. به همین منوال ما سهم خود را در اقتصاد تاجیکستان گذاشتیم. کارخانه ما از پرداختی انداز 3 سال آزاد کرده شد تا اینکه ما در فرصتی کوتاه همه کارخانه را بنیاد کنیم. حالا شرکت در 1 سال تقریباً 20 میلیون دلار انداز می‌دهد. این مبلغ چندان کلان نیست با نظر داشت آنه که نصفی از محصولات استحصال کرده شرکت به افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان صادر می شود. با کدام شرط و شرایط خواکسین سمنت در تاجیکستان کار می کند فاش نمی شود. تنها این معلوم است که سرمایه‌گذاران چینی از مقام و موقع خود رضایند. مشکلات مثل فشار مقامات، تمجوی، سرباری گرانی انداز که 10 شرکت در جمهوری با آن روبرویند چینایی‌ها ندارند. ما تدریجاً متخصصان چینی را با متخصصان داخلی عوض می‌کنیم. این خراجات ما را کمتر می‌کند. مناسبت ما با حکومت بسیار خوب است. ما دائم با حکومت در تماس هستیم و به کار ما کسی خلل نمی‌رساند. حکومت چین از دیرباز استحصالات را که محیط اطراف را آلوده می‌کند از قلمروش بیرون می‌برد، از جمله به تاجیکستان. ماموریت شرکت‌های سمنت چین اصرار می‌ورزند که آنها از فناوری‌های نوترین استفاده می‌کنند و پرتاب به محیط اطراف کم است. اما استحصال سمنت از سرچشمه‌های اساسی گازهای گلخانه‌ای، غبار و از ساحه‌های صنعت که بیش از همه محیط اطراف را آلوده می‌کنند اعتراف شده است. از این 7 کارخانه‌ای که ما کلونی که ما نامبر کردیم 4 تا با استحصال سمنت، 2 کارخانه آن با استحصال خشت و 1 کارخانه با استحصال گچ کردن یعنی گیپس کردن مشغول هستند، کار فعالیت کرده هستند که با جلب سرمایه جمهوری مردمی چین ساخته و استفاده شده است. حالت‌های نقص معیارهای زیست محیطی از سوی کارخانه‌های چین کم نیستند. ماه می سال روان بنابر عرض ساکنان از دود غلیظ و گاز کربن 2 کارخانه خرد چینی که به تولید ارماتور مشغول بودند در دوشنبه بسته شدند. این کارخانه‌های خرد قریب 10 سال باز تا زمان بسته شدند متل می‌گداختند. حالا در تاجیکستان 12 کارخانه عظیم چینی فعالیت می‌کنند. شماره کارخانه‌های خرد از 100 عدد هم بیشتر است. 47% سرمایه‌های مستقیم به کشور هم از چین است. چینایی‌ها در همه عرصه‌های صنعت فعالیت می‌کنند. خصوصا در ساحه معدن‌های کوهی و متال‌های قیمت‌بها کارخانه جمعیت داروی محصولات محدودی کارخانه مشترک زرافشان فعالیت می‌کند، کارخانه شرکت کوهی تاجیکستان و خیتای، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای و کارخانه جمعیت داروی محصولات محدودی پاکرود که با جلب سرمایه جمهوری مردمی چین ساخته و استفاده شدند کار فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاری فعال و پیشنهاد کردن قرض‌های با امتیاز باعث مطیع شدن یک کشور از کشور دیگر می‌شود از جهت تکنولوژی، اقتصادی و هم سیاسی. کارشناسان می‌گویند با آرام نشستن و حفظ کردن ثروت‌های طبیعی خود، صنعت خود را رشد داده ثروت اندوخته نمی‌شود. البته در اینجا منفعت وجود دارد. هر گونه سرمایه و سرمایه گذار کشوری را می جویند که فایده بیارد. آنها سرمایه گذاری می کنند و ما به سرمایه گذاری احتیاج داریم. حجم سرمایه گذاری را آنها خودشان معین می کنند. خودشان در مزایده غالب می آیند، با متخصصان خود می آیند و 50% مبلغ ها را از خود می کنند. اما در نهایت این کارخانه ها به ما می ماند. در تاجیکستان در حالت مذکور مفیدترین همکاری برای تاجیکستان همکاری با چین است. تاجیکستان اکنون از سرمایه‌های چین دست کشیدن نمی‌تواند. میان 2 کشور سازشنامه‌های زیاده در عرصه اقتصاد و سیاست به امضا رسیدند. بر ضمن این استراتژی رشد صنعت کشور تا سال 2030 با سرمایه چینی سخت گره خورده است.